فرمانو دادن کارا میکنی. فهمیدی؟ نه رئیس خیلی کلمات دو تا دانشجو دارم که ما راه پلی و هر سر میتونم. نسبت زن مادر یک احترام گفتنی گپ از یک در روزا معاش خط میزنم بعد خوزه کارکنی را یاد میگیری بعد صدقاً کار کردن را یاد میگیری. дар нақшҳо тӯҳфанисо ғуломова, далер мирхонов, раҷабалӣ ибронӣ, шаҳзод ҷабборов, муаллифи сценария ва коргардон раҷабалӣ ибронӣ, наворбардор шаҳзод ҷабборов. مونده نباش خلای توفا. السلام علیکم. سلامت بشه. امی وظیفه خود در امی کارخانه ما در امی آشخانه ما چیه؟ وظیفه من امی جای تازه کردن، چنگ و گرده گرفتن. چنگو را گرفتن، مردم فند فریب کردن، آبروی رئیس رزاندن. من مهمانم قطیب رو اومدم دنی در کفلی سب سفید میگوی که سیاه های. چی گفت خودش؟ رئیس آخه تازه میکنیم آدمو رفته او میکنن با چنگ و گرد میشه آخه. تازه میکنی وظیفه تازه کردن باید تازه باشه. مشتری میویم مرا باید نخنده. در نزدی رفیقام در نزدی یار دوستان مرا بیام رو میکنی ها؟ التماس کردی خواهش کردی که رئیس جمهور یک 10 ساله تجربه کاری دارم بسیار آدمی نازک تعبم کاری تازه هم میکنم کاری تازه تمیه خوش خدا در روزا معاش خط میزنم بعد تازه کارکنی را یاد میگیری بعد صدقاً کار کردن را یاد میگیری بعد نانی حلال خوردن را یاد میگیری. فهمیدی؟ نه رئیس خیلی کلمات دو تا دانشجو دارم که ما راه پلی و هر سر میتونم. نکنی رئیس جان. چی داری؟ دو تا دانشجو دارم. دو تا دانشجو داری بعد باید حساب ما باید پولی خیلی به درد میام بتم دتا. ها؟ پولی به مهنت بتم باید دتا. در روزا معاش خط میزنم گپی زیادتی نزا. کار را یاد بگی، تازه کار کنی را یاد بگی بعد پول تا میگیری. رئیس. بخشش دیگه تکرار نمیشه از همه جای تازه میشی. میشه رئیس؟ های کار چی منو نگاه داری خیلی؟ ماجد رئیس. خوب اکا کوفته این آمدی تو نقل که خارجه در چیکار میکنی چی کار برد خطی بدی چی کم بودی را برطرف کردی چی پیش روی کردی هجره جان در خارجه جوانی کردیم به اندیشگی کردیم خامی کردیم یکم عبودی نکردیم خیلی یک مغازه نساختیم یک خانه حتی نساختیم یک آشخانه نساختیم خیلی که اومدیم در اینجا دیگه او همه دست رفت همین پیش خودت اومدیم که یک یکم کاره که همین سبکتر دگیری کار کنیم خیلی باید زندگی شما یک کم خیلی پیش ما برای کار اومدی یعنی ها؟ اکه تو جای من ختمه دونو میشناسم برادر خواهران مادرم و اپاجامکای ما بعد خط یک شما برسونم که شرکت فابلیک برای هر یک شما شرایطی خوبی کار فراهم آورده که شما میتونید در خونه بشینید خونه نبرید توسط هم تلفن موبایلتون در خونه نشسته کار و فعالیت خودتون بیزنس خودتون پیش برده در یک مکان کم از 3000 سرکرده تا 15000 تومان پول به دست بیارید برای با کار قبول شدن دیپلم لازم نیست زبان خارجی دانستن لازم نیست دانشجو دخترکو 100% میتونید کار کنید اپایی که در کارخانه دولتی یا کارخانه شخصی کار میکنید شما هم 100% میتونید در پلین تلنی کار کنید فقط 3 ساعت وقتتون صرف میکنید برای با کار قبول شدن شما چیکار میکنید زلاتای دایرکتور شرکت فابلیک اپای زینور جان اینجا واتساپ شموندگی همین اپاجانی ما در مراجعت میکنین اپای ما تمام نیازی کنه نقطه به نقطه شما را یاد میتونم میفهمونه و با برای رجیستر کردن شما در 100 تومانی دیگه تحفه میکنه نگفتن همون اپای ما وقتی که در شرکت فابلیک 1.5 سال میشه کار کرده است در همین 1.5 سال صاحب سه خانگی شده اینچونی صاحب ماشین شخصی شده و من میخوام که هر یک شما را رنگین همین اپاجانی من هم خیلی کار کنید در شرکت فابلیک کار کردن چی خوبی ها داره 21 روز پس معاش میگیرین غیر معاشتون هر ماه تحفه میگیرین غیر تحفه
با وقتی که شما 2 ماه کار میکنین دایرکت شرکت فابریک میشین. در این ماه در این قدر وقت مقصد گپ که شما را 20,000 تومان از جانب شرکت توفا میتن. این چونین یک چیپتای یعنی که حج عمره از جانب انمی اپای ما زراتای دایرکتتون توفا میگیرین. برای همین حرکت کنین، کار کنین، زندگیتون را پیش برین. همین پیش خودت اومدم که یک یکم کارا که همین سبکتر دگیری کار کنیم. خیلی باید زندگی شما یک دم خیلی. پیش ما برای کار اومدی یعنی ها؟ اکه تو جای ما ختمه دونو میشناسم برادر. خودت کارای مثلا در خزینه یا که در بالای راهبر بدن این چیزا دا موافق نیستی. میشود که به حیث یگان بارفرار یا که به حیث یگان پیش خدمت کرده قبولت کنن. خواهشت باشه با مثال هم نسبتی گفت زدی که جای در بار میفرارم گفتی نسبتی هم با یک سی چیز هم زیادتر حرکت میتیم دستگیری حسابی ما میای کار میکنی. چی گفتی؟ همیشه همین کاری سبک باشه. گفتم که همون بارفراری چی نمیشه میوغم داد. یک کاری سبک دگیری با خیلی میشه. اوزی لحظه. ای فروش. فروش. لبای یک برخطی نمیفهمین شما. کمتر آوازی ترق پرق رو نفهمیدم رئیس. بخشش تکرار نمیشه. رئیس پس بشنو. خبیره؟ چکم رئیس؟ اون ماشینی مرا بکشو. این پشته هچکای سیگارت موندگه. بگی بیا. سیگاری؟ آه بوده؟ تیز آخی. مایل رئیس. تیز تیز. جان کاری ناز نکرد. نسبت زن مادر یک احترام گفتنی گپ است. یک معامله نیک گفتنی گپ است. هی صد نکنی که زن از مادر است. هم میدونم که خیختون اکنون کارگرتون ایو یکی بسی گپ همین کارتون مرا نفورید. گوشکی برادر من خودم راهبرم. من خودم میدونم که چی خوبه چی گنده و در کجا چی گفتن در کار. در حیات برادر رنگی من تجربه دار باشی مرا آداب و اخلاق یاد بدی. رنگی من پیشرفت کرده باشی رنگی من به این مرتبه رسیده باشی مرا اگر یاد بدی بفهمونی من قبول دارم. او برادر خودت میدونی که چی کاره ای در وقت چی میدونی که چی کاره بدی. روی همین چیزا رو مرا یاد نتی. برادر راهبر به خودش وظیفه داره مسئولیت داره. فهمیدی؟ برای همین در اینجا وظیفه من سپارش دادن ای وظیفه من فرمان دادن وظیفه یا باشه چیکار کردن ای اجرا کردن گوش کردن خواب شده از ریختن. فهمیدی؟ من شفم اینجا من کلانم من گبزنم. فهمیدی برادر؟ زن از مادر از خیلی احترام گفتنی گپ است. گوش برادر مادر ای زن ای وظیفه شای کارگر ای باید که سپارش اجرا کنه. فهمیدی برادر؟ من در جای من روبر نیست ای. من در جای من روبر باشه من گوش میکنم. وظیفه او گوش کردن ای وظیفه من سپارش دادن. فهمیدی برادر؟ خلاصه گپ نمی. خواهشت باشه مرحمت بیا کار کن. خواهشت نباشه این همیجا جای ما مکانی ما میتونی که بیا خبر بگیری کم کم. چی گفتی؟ پای کار میشیم پای مالش کم نیست. بشی پیالا چه اومد اونجا سلامت باشی جون از ما کمتر کار دارم. باید یک آدم باید حتما بینم برای همون زنده باشی سلامت باشی. اینا دو های مالش خدا نگهبان. شو مندی مالش این مرده که خوب گفت که من کار دمیام دیگه هم خیلی 3 روزه بنگذاشت نیومد.
ассалому алайкум далербой. وعلیکم سلام وعلیکم سلام ساز خوب برادر чӣ дорӣ бача? корот хубанд? шукрона ёло гаштем майда майда ҳай созбошӣ беҳтарин. бегум барои корпурсӣ омадӣ гуфтӣ ки кор мекунам. ҳамунҷа ман бачаро гуфтам ки ҳамунҷа борфурор ё ки пешхизматай ягон чи дигар мақсад ҷод кунанд кор дар мусо дигар бигиранад. دیگه نیومدی من یاد روز کار دادم نیومدی تو نخوردی. راست دیگه ما وقتی از پیش خود در اومدم یک جای دیگه کاری خوبتر یافتم راست دیگه کاری سبکتر همونجا رفتم دیگه نتونستم شما را زنگ بزنم بگم که هم خیلی کار یافتم دیگه. یعنی کی کار یافتی خب اگر نخی باشه برای کار یگان خدمت شد خیلی تو بخواد دگی جورا. سلامت باشی خب زنده باشی. ای دامرده انا نگاه کننده همه مال در همون چی میگن قطار خودش تازه آزاده باشه کوشش کنه که همین وقتی که مشتری میاد معامله نیکی همین معامله نیکی شید حتما که سودای ما هم میشود تجارت ما هم پیش میره. فقط در همه کار همین زبان خوش اومدید مرحمت همین معامله نیکردی برکت میشود تجارت رشد میکنه. السلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی؟ شکر بیا خوب بیا رجب جان. خوب مالش. رجب جان چه دیگه؟ میگم کار پرد پرتوفتگی از طرفا با فکرم که اگه مرکه اومد اگه توی اومد خیلی کاسوم برو و یکم برخته بار که باید سر فرما باید لیباسو میبینم. انا گفتم اگر امکانیت باشه با فکرم که درک داری خب ای کار برای ما. گفتن از کار برات خبر داریم گفتن شنیدی سببش هم میدونیم. جورا جان انسان باید که در زندگی خاکسار باشه صبور باشه و خداوند هم با صابران است صبر کنندگان. تکبری اگه جورا خفه نشه تکبری خودپسندی انسان دور نمیبره. همین سخن لقمان حکیم نصیحتش و پسرش هیچ جایی یادم نمیره میگه با خودپسندی به زمین راه مرو که زمین را نخواهی شکافت و به قله کوه نخواهی رسید. برای همون خاکسار شدن در کار با مردم بودن در کار با مردم نزدیک شدن در کار همین خاکساری و فروتنی خودش برکته. میدونی که دقیق راستی پیش خود برای یک مسئله اومد. خب یک روز خود میدونی که جایی که برای اگر یگان شناس نداشته باشه یگان یارو رفیق نباشد یگان جا بکار قبول نمیکنن یا قبول هم کنن یگان معاشی یا چیزت میتن یا یگان کاری هست نمیمونند. خیلی گفتی که مقصد ما بار میفرارم بسیار کار میکنم خیلی کارو قد مشغولم اکه ای وقت شدم که رفیق بدیم دوست بدیم امکانیت میشید یک خواهش التماس میکرد یعنی رئیس دونه مرم تدید کار نمیگرد یک کار میکردیم یک ما رفیقیم که دوستیم که کدوم شیف اگه بزنیم خم شیف کارخونه کنم برادر ایراجور همون شیف میگفته که مایم ده بچه بیا شکیاد نمون همه وقت هم دوری که گوشپم میچنونی فقط کار باید شوخی کردن مسخره کردن بود برادر. باید جدی گفته ایستم التماس دارم خواهش دارم که بیا گپ زد حقیقی که بگو بچه که کار چلون های بچه که مهنتی های خیلی باور که بیکارم. من هم جدی گفته ایستم جورا جان همین رابری همین کارخونه مایم ده همین تجارت ما جورا جان با اون خیلی که سر مخم میگردیم با اون خیلی که فروتن خاکساریم چی خیال کردی که اگه
جون ما همین برکت به همین فروتنی و خاکساری و به همین انسانگری افتگی. بیا بریم اتاق ده کابینتم ده یک پیدا شوی کنیم بعد صحبت ها دوامتیم. قبول اکا. ولی همه کار دنیا میگذره فقط خوب مرحمت دوستم مرحمت بگذره که رجب علی مرحمت مرحمت گذاشته گید بهترین خداوند کارخانه تا یک کارخانه موفق یک کارخانه باقرار کارخانه در سطحی بگیم که پیش قرار بوده بعضی برکت در این کارخانه خود بریزونه چندین نفر با ایجاد صاحب نان صاحب زندگی و صاحب گفتی همون گفا که خانه نمود شود آمین شنات روسی گفت اکی امروز گفتی من به هفته سنجیدم انا چند قدر بخشید که مغازه را شدیم و این موفقیت ها و این زینه های یعنی که بالایی رسیدن من چند قدر بخشید یاد دست وقتی که نزدی خودت برای بگیم که کار جستن رفته بودم انا همون وقت علاقه یک سال پیشترش ما تجارت شروع کردیم تجارت ما گردان بود بسیار در حالت خوبی گویم که تجاری قرار داشتیم دیگه همون سنجیش بود نزد خود رفتیم ما کار و گپی خود ای همون چی میگن یکو بخشیشو از هوا بلندی خود اونگاه بودیم من خواستم یک امتحان کنم لیکن خودت نفهمیدی همراه بعد مسئله کار چی خیلی کنیم هست ایلوج هسته که اگرم جا برام کار دو بسته کنیم کار کنیم زندگی را پیش بریم اگه جورجان میدونی چی مسئله کرد اگر یک 2 هفته پیش تقریبا اگر می اومدی بود جای کار خوب خالی بود میتونستیم که بیایم با کار تامین کنیم متاسفانه ما یک محافظ داریم خالی یک نفری که بیم در همون انبارمون بارفرار و باربون من همون جا با جا گذاری برو همین 2 کار نمیتونم گرفتن دیگه همه بند راستی گپ خیلی همه قیمکانی ها داریم مزارش خیلی با میبینیم دوام شد با آینده یک جای کار خالی میشه چی میشه این هم خیلی اگر معقول باشه و راضی باشین مرحمت این های پگاه ما میتونیم که شما با کار قبول زنده باشین زنده باشه یک بار دیگه خوش آمدی خوب من اگر میام برپای کن خوب باشه سلامت باشه زنده باشه رستم ما دین شما را گفتم که لباس ها را چکنین دویم اتاج طرف دستی راست دومونشون چی به طرف دست شموندین که بر تلفن تاور دار زنگ زیسان نمی برداری کو سلام علیکم اکا و علیک سلام سوزه اکا خونه اکا جان راستی گفت ما برای کار اومدم اگر رئیس گفت زدگی باشه انا گفتن که سهر کار دا بیا انبار دا مثلا با فراری و می سوسره یادت میتن کار شروع کنم فهمو راستی گفت که در اینجا یک روز 10 نفر زیاد میاد نامی خودش چیه برادر؟ نامی ما جوالی اکا رفیقی رئیسی ها؟ بله اکا ای بعد سر لباس شایی کرده اومده ای؟ خیلی رئیس گفت زد که در این کارخانه ما مقصد لباس های یگانه سر فرما برای همین یک لباس یگانه پیشنهاد کردم موافق بشه همه خیلی یکونه بچه را بیا ما یا نبود کرده که فهمم خیلی کار وزبین ایده پیشکی بگو مد خیلی که کارم وزبینم که باشه زندگی باید کار دا وزبین تره و خاطر زندگی
هر چی که باشم میکنی چیکار میکنی دیگه برادر. راست خیلی ببره مگنی خوبه کن چیکار کن در کراکه جان مقصد همیش بفهمونه تمام من خونم خودش خطی کارا نمیگیرم کارا نه که جورا جان کاری خودت همی که اینم کاروبکورا همش میگیری در اینجا تال میچینی خشوا اینجا کاروبکوی مایده باشه مایده رو همش اون طرف میگذرونی اینجا مایدوی طرف ها مایدوی طرف همش اون طرف میگذرونی بعد احتیاط که یک دو تا چیزای مشکستگی ای کاروبکو اما رو احتیاط کن او فویان دا با اوان شیشگی ها نشکنن که با دا یکم نه لینچورم یا قبچوی نمک های همش میگیری یا طرف یعنی ما حالشون میچینی خشوا کرد خیلی جورا جان نگاه میکنی همش خشو جواجو میکنی که همینجا خشو بتو قبول اکا جون من همش جواجو میکنم بختم ببینین مالک خیلی میبینیم بکرده خوب اکا سلامت باش مالشه دنیا هم اصول نه بله چو کرد جورا جان؟ اومده شیف اکا جان همه گفتگیتون هم کاروبکورا گفتن که مایدا شاو طرف گذارم کلونو رای طرف همش جابجا کردم نمکوی که دای جابه دکا همش او طرف گذاروندم خلاصا همه را جابجا کردم اکا نه خیلی بابا ببینه ختم بابا هوبتین اکا فهمو بهترین کردی راستی گفت دینا رئیس مرا گفته بود که همه کاروبکورا این طرف گذروندن نکورا ما راستی گفت امروز کمتر کارگرو خاطی گپ مگریختگی بود و همون خاطر دیگه خطا فراموش کردم بگم که یارو این طرف گذروندن نکورا بازی همه میارا جورا جون این طرف گذرون برای که بگهده با چی میاد باری نم میاد ارده و شکر هم چیزایی جابجا کردن نکورا آخه اکا میره نمیشید که فکر کرده گپ میزدین اکا من 3-4 ساعت ختم دیدین که همه را گرفتم جابجا کردم اکا با هزاران عذاب مشقت اخه اکا میره یه بارا گپ میزدین من کار یه بارا میشید اکا از با من مجبورم اکا 3-4 ساعت دیگه بگیرم یا رو همه شبو طرف گذارونم اخه اکا گوش کن 6 ساعت 10 ساعت یک روز کار کردی کارت وظیفه دمیای در کار شما 10 باری طرف میبری باید طرف میگیری طرف میاری گپ داری نه آخه اکا درست گپ نزن کارت گفتهستن زبون دو 10 متر درست گپ نزن وظیفت برادر وظیفت که بگیری این طرف این طرف بری وظیفت چی است وظیفت بار اوج کردن این طرف و طرف بردن است وظیفه ما چی است وظیفه ما طرف فرمان دادن در اینجا وظیفه ما سفارش دادن است وظیفه ما فرمان دادن وظیفه یا باشه چیکار کردن است اجرا کردن گوش کردن فرمان دادن کارا میکنی فهمیده سی قبول اکا قبول تمام گپ زیادتی نزن شهزاد رئیس همین خیلی مناسبت میکنه نه همین خیلی مناسبت میکنه بهوده بزرگ نگفته است با ضعیفان گاه نیروی پلنگان میدهند شعله شاید برون آید ز فانوس حباب این آدما این خیلی در پیش تو متهم سرخم نمیمونن خدا روز میرسه که بعد پیش انم خیلی آدما در سرخم کرده دستا پیش بر متهم میشه کمتر آوازی ترق پرق نفهمیدم رئیس بخشش تکرار نمیشه رئیس پس بشنم تبیره چطور رئیس؟ ماشین مرا بکشو پیشتا هچکه سیگارت اونده بگی بیا سیگارت؟ بده هزوخی تو وقت بیو با اتاق مرا بیو بعد من خطه علویده گم فهمیدی؟ جورا جون خدا جورا از پاس کار فهمو؟ قبول کوشش که یگون کم بودی نشو فهمو؟ قبول خب خدا
در روزا маошта хат мезанам, баъд хозакоркуниро ёд мегирӣ, баъд сидқан кор карданро ёд мегирӣ, баъд нони ҳалол хӯрданро ёд мегирӣ. фаҳмидӣ?